این بنگاه طبی دهه جاورز ناحیه وسه تازه به استفاده داده شد. تا سال گذشته ساکنان دهه مجبور بودند برای طبابت به بنگاه طبی دهه همسایه روند. با مشورت بزرگان دهه تصمیم گرفتند که بنگاه طبی نو بنیاد کنند. هر یک خانواده 150 سومانی همچون سهم برای ساختمان بنگاه جمع آورد. اما این مبلغ برای پوشانیدن بنا کفایت نکرد. سفر جیان قابیلوف یکی از ساکنان دهه به روسیه سفر کرده جوانان دهه را جمع آورده از آنها در بنیاد بنگاه کمک خواست. خیلی گفتیم که بچه‌ها اینم خیلی اودیسه کار ما یک بنگاه چیبی ساخته استیم مبلغ نمیرسد. بعد بچه‌ها گفتن که اگر چند تا مبلغ در کار من تو خبری نمیدونم چند تا مبلغ یکی گفتم همین یوری تو نبرسید. اکنون ساکنان دهه جاورز برای گرفتن خدمترسانی طبی به دهه همسایه نمی روند. آنها به مهاجران اظهار سپاس میکنند. امروز مهاجران نه تنها تامین کننده خانواده خود بلکه آبادگار دهه نیز هستند. در آبادی این دهه نه یک نسل مهاجر بلکه نسل‌های دوم و سوم نیز سهم گذاشته‌اند. بابا اورازوف که تا سال 2011 در مهاجرت بود حالا فرزندانش جایگزین او شده‌اند. دو کفری که در همین دهه ما قرار دولت بود دو تاشم هم بچه‌ای که مهاجرت هم هشای همه کسک ساختن بود کردن. ساکنان جاورز نیت دارند با دستگیری مهاجران راه اساسی دهه را اسفالت پوشت کنند. مبلغ برای این کار را مهاجران جمع آورده به مهراجدین نورانوف سپاریده‌اند. مهراجدین که 32 سال دارد تلخی مهاجرت را از سن 19 سالگی چشیده است. او سال 2022 از روسیه اخراج شد و از آن زمان در تاجیکستان به سر میبرد. میگوید که اگر امروز آنها کار انجام ندهند فردا کسی دیگر برای آنها نمیکند. اما کسا مسئولیت کردیم که در همین دهه یا ترانسفورماتور نمونیم. مسئولیت اما کسا زنگ زدیم بچه‌ای که در مهاجرت مهنتیان روسیه مسئولیت کردیم که میشه که هم خیلی ترانسفورماتور نو بخریم مونیم. وقتی چی با نمیشه هم کسا جمع کرده یک گروپ کرده سوم جمع کرده این ترانسفورماتور نو موندیم یک سموشی. مبلغ خرید و نصب ترانسفورماتور 80,000 سومانی را تشکیل داد. آخرین تشبث مهاجران بنیادی درآمدگاه دهه بود که با مبلغ 60,000 سومانی انجام یافت. امروز در دهه جاورز 583 خوجگی با 4261 نفر زندگی میکند. از هر خانواده تا 2-3 نفر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. مقامات ناحیه وسه سهم مهاجران را در آبادی این دهات مهم ارزیابی میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی از دهه جاورز ناحیه وسه.